خسته نباشید. مهندس امیر ایران‌نژاد هستم، مدیر مسئول پیج خریداری جواهرات. یک سری دوستان اومدن توضیحاتی رو میخواستن که آقای ایران‌نژاد از نظر قالب و قیافش آبسنگ‌ها چه مشخصاتی دارن، از نظر تست هایی که انجام میشه کدومشون مهمه که ما انجام بدیم، از نظر تست هایی که شما انجام میدید به نظر من 1% هیچ کدومشون نه مهمه نه به شما حتی 1% کمک میکنه. من میتونم برای شما یه هدیه در نظر بگیرم، یه توضیح کامل و جامعی رو برای شما در 3 قسمت بذارم آپلود کنم روی کانال یوتیوب خودم. برید اونجا و این ویدیو رو ببینید و لذت ببرید و ببینید طی اون سنگ‌هایی رو که تا به الان جمع آوری کردید کدومشون میتونه قطعا شباهت 50% مخطوب شهاب سنگ‌ها رو داشته باشه. و اینکه باز در خدمتتون هستم به جهت توضیحات کاملتر. صرفا سنگ کندرایت معمولی رو، شهاب سنگ کندرایت معمولی رو در دست من مشاهده میکنید. اگر توی خونه‌تون یه سری سنگ‌هایی رو دارید که جذب آهن رو باید 10% 7% رو بیشتر دارن ولی صرفا میشکنید یه گوشش رو میبینید که دارای بافت آهن یا فلز آزاد نیستش، این سنگ رو تا جایی که دستتون میرسه از خودتون دور کنید. این یه سنگ آذرین زمین هستش و اینکه خیلی اوقات حتی برای آذرین های درونی زمین یه سری گازهایی در سنگ مدفون میشه، طی اون پیدایشش طی اون صرفا حالا اونچه که تکمیل میشه میاد بالا سرد میشه به سطح زمین میرسه اون پیدایش و حالا طی میلیون ها سال یه آدم میبینه میشکونه ببینه بافتی شبه آهن آزاد برای این سنگ ها وجود داره. خب اینا یه تست داره باید انجام بشه و این رو من باز در اون ویدیوی کامل به شما توضیح خواهم داد که متوجه بشید به چه شکلی هستش. این رو هم تشخیص بدید تا حد 50% مطمئن باشید که آیا شهاب سنگ رو دارید که بخواید آزمایش کنید یا اینکه خیر. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to